در این ویدیو میپردازم به پرونده های قتل هولناک زن و مردی جوان در دعوای همسایه ها به خاطر اختلافات ملکی. مرد جوانی که در یک جنایت مسلحانه پسر جوانی رو مقابل چشمای مادر اون به قتل رسونده بود، بعد از 4 ماه فرار دستگیر شد و آتش زدن همه اعضای خانواده به دست دختر 14 ساله. دختر 14 ساله‌ای که خانواده‌اش نمیذاشتن با پسر مورد علاقش ازدواج کنه، پدر، مادر، خواهر و برادر خودشو آتیش زد و کشت. با سلام، به کانال هولناک تیوب خوش اومدید. ما در این کانال به پرونده‌های جنایی که در ایران اتفاق میفته میپردازیم. قبل از بررسی این پرونده ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم فعال کنید و همچنین به دوستانتون معرفی کنید. پرونده اول، قتل وحشتناک زن و مردی جوان به خاطر اختلافات ملکی و انتقام گیری. حکایت این ماجرای وحشتناک که مدتها قبل از یک پرونده نزاع مسلحانه آغاز شده بود، هنگامی رنگ انتقام ترورگونه به خودش گرفت که زنی میان سال با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای از سلاح شکاری در یکی از روستاهای اطراف شهر جدید گلبهار به شدت مجروح شد. این زن بلافاصله به مرکز درمانی انتقال یافت و پزشکان تعدادی از گلوله‌های ساچمه‌ای رو از پیکر اون خارج کردند. اما یکی از گلوله‌ها همچنان در نزدیکی قلبش باقی موند، تا اینکه زن مذکور دوباره تحت عمل جراحی قرار گرفت. ولی این بار عمل جراحی موفقیت آمیز نبود و اون جون خودش رو از دست داد. این گونه بود که تحقیقات قضایی درباره ماجرای این پرونده که به خاطر اختلافات ملکی بین دو همسایه در روستا رخ داده بود وارد مرحله جدیدی شد و قضات دادگاه کیفری 1 خراسان رضوی متهم به قتل رو با صدور قرار قانونی از زندان آزاد کردند تا تحقیقات و بررسی‌های تخصصی بیشتری صورت بگیره. هنوز پرونده این نزاع مرگبار در حال رسیدگی دقیق قضایی بود که ناگهان اواخر تیر ماه سال گذشته جنایت مسلحانه هولناک دیگه‌ای در جاده روستایی به این ماجرا گره خورد و راننده پرایدی که برادر متهم به قتل در نزاع روستایی بود با شلیک گلوله از سلاح کلت کمری مقابل چشمای مادرش به قتل رسید. به دنبال وقوع این جنایت بررسی‌های پلیس با صدور دستورات ویژه قضایی برای دستگیری متهم به قتل مسلحانه که یاسر نام داشت آغاز شد و رصدهای اطلاعاتی برای شناسایی موتورسوار فراری ادامه یافت تا اینکه حدود 4 ماه بعد نیروهای انتظامی زاهدان اونو در مکانی دستگیر کردند که به دنبال چند تبعی خارجی خلافکار بودند. زمانی که هویت متهم لو رفت و مشخص شد که اون به اتهام قتل عمدی در گلبهار تحت تعقیب دستگاه قضایی و پلیس قرار داره، بدون معطلی مقدمات انتقال این جوان حدود 37 ساله به شهر جدید گلبهار فراهم شد و اون بعد از اعترافاتی در جلسات بازپرسی منتظر محاکمه موند. پیچیدگی این پرونده جنایی و کلاف سردرگمی که با ماجرای نزاع مرگبار روستایی گره خورده بود موجب شد تا روند رسیدگی به اون اهمیت ویژه‌ای پیدا کنه. به همین دلیل پرونده مذکور به شعبه 6 دادگاه کیفری 1 خراسان رضوی ارسال شد. طولی نکشید که متهم به جنایت مسلحانه آخر هفته گذشته پای میز محاکمه ایستاد و جلسه حساس دادگاه به ریاست قاضی هادی دنیا دیده
و مستشاری قاضی غلامرضا مصطفوی برگزار شد. این جلسه دادگاه در حالی با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت که اولیای دم در حضور وکلای مدافع بر تقاضای صدور حکم قصاص نفس اصرار داشتند و تلاش‌ها برای گذشت از خونخواهی هم به نتیجه نرسید. در لحظات آغازین جلسه محاکمه که با تأکید رئیس دادگاه مبنی بر رعایت نظم و امنیت همراه بود، ابتدا مادر محمد یعنی مقتول در جایگاه شاکی قرار گرفت و در تشریح صحنه جنایت گفت: 5 روز قبل از وقوع قتل من در فروشگاه خاربار فروشی خودم ایستاده بودم که یاسر یعنی متهم به قتل در حالی که سلاح کمری در دست داشت به سمت من اومد. به اون گفتم بزن خلاصم کن، ولی اون با اینکه پسرم محمد یعنی مقتول هم در فروشگاه بود شلیک نکرد و تنها بیرون از فروشگاه یه تیر هوایی زد. بعدش شالی رو به صورتش بست و سوار بر موتورسیکلت از اونجا رفت. بعد از چند روز ما برای شکایت ازش به اتهام تهدید با سلاح جنگی به دادگاه گلبهار رفتیم، اما از اونجا ما رو برای پیگیری شکایت به کلانتری فرستادن. وقتی مشخصات سلاح کلت رو در پاسگاه انتظامی شرح دادیم، پسرم محمد پشت فرمون پراید نشست و من هم در صندلی جلو نشستم که به طرف روستای آبقد حرکت کردیم. اما در مسیر ناگهان یه خودروی پژو 405 به صورت شاخ به شاخ به طرف ما اومد که پسرم به ناچار فرمون و سمت خاکی جاده پیچوند و متوقف شد. در این لحظه بود که یاسر سوار بر موتورسیکلت در کنار پراید ایستاد و در حالی با سلاح کلت گلوله‌ای به سر بچم شلیک کرد که شیشه خودرو پایین بود. فریاد زنان سر پسرم رو روی پاهام گرفتم، ولی همون گلوله باعث قتل پسرم شد. بعد هم موتور سوار و راننده پژو 405 از محل فرار کردن و به طرف گلبهار رفتن. مادر مقتول در پاسخ به قاضی دادگاه که شما چگونه راننده پژو رو شناختین که جلال اسمشه هم گفت: من اونو در روستا خیلی زیاد دیده بودم و حتی رنگ لباس اونو هم که تیشرت زرد رنگ بود به خاطر دارم. از طرف دیگه هم اون بعد از طی مسافتی کوتاه با فریادهای من که داد میزدم و به سرم میکوبیدم که وایسا، سرشو از پنجره خود رو بیرون آورد و من به طور کامل چهره اونو دیدم. یاسر رو هم که کاملا میشناختم. در ادامه جلسه و در حالی که قضات شعبه 6 دادگاه کیفری 1 خراسان رضوی به اظهارات طرفین پرونده گوش میدادن، یاسر هم در جایگاه متهم قرار گرفت و بعد از تفهیم اتهام از سوی رئیس دادگاه در دفاع از خودش گفت: من چند روز بود که به دنبال محمود برادر محمد بودم. در واقع کاری به محمد نداشتم، چرا که محمود عامل قتل مادرم بود. اون روزم هنگامی که از آبیاری زمین کشاورزی برمیگشتم و سلاح کلت هم به همراه داشتم، به طور اتفاقی خودروی پراید رو دیدم و اونو تعقیب کردم. به محض اینکه به پراید رسیدم از فاصله حدود 2 متری شلیک کردم، اما وقتی نزدیکتر شدم تازه متوجه شدم که راننده پراید محمد و من اونو به اشتباه به جای محمود زدم. من قصد کشتن محمد رو نداشتم، چون فقط با محمود مشکل داشتم، چرا که وقتی از زندان آزاد شده بود با اطرافیانش جشن گرفته و پایکوبی به راه انداخته بودن و بعد این رفتارشون رو هم در اینستاگرام استوری کرده بودن. متهم این پرونده جنایی ادامه داد: در عین حال اتهام رانندگی بدون گواهینامه و حمل سلاح رو هم قبول دارم. اون همچنین در پاسخ به سؤال قضات دادگاه که با سوالاتی تخصصی به واکاوی دقیق این ماجرای تلخ پرداختن هم گفت: من نمیدونستم چه کسی پشت فرمون پراید بود.
چرا که خانواده مرحوم 3 دستگاه خودروی پراید، وانت و تیبا دارن که از هم جدا نیستن و هر کدوم از اونا به هر خودرویی سوار میشه که دم دستش باشه. از طرف دیگه هم اسلحه من فقط 1 گلوله داشت و اگه شلیک من به هدف نمیخورد شاید امکان قتل وجود نداشت. من چهره راننده رو ندیدم، یعنی اگه هر کس دیگه‌ای پشت فرمون بود با این شلیک به قتل میرسید. بعد از این حادثه هم که فهمیدم محمد رو کشتم خیلی پشیمون شدم و 2 نفر رو برای گرفتن رضایت پیش خانواده مرحوم فرستادم. یاسر درباره فرار خودش بعد از ارتکاب جنایت مسلحانه هم به قضات دادگاه گفت: وقتی دور زدم و متوجه شدم که محمد رو زدم، به مسیر خودم ادامه دادم و موتورسیکلت رو زیر یه پل در چناران انداختم و به تهران رفتم. از اونجا هم به زاهدان فرار کردم که حدود 4 ماه بعد در اونجا دستگیر شدم. اون همچنین در پاسخ به سوال قاضی دنیا دیده که پرسید تو چطوری از فاصله 2 متری شلیک کردی در حالی که مدعی هستی چهره راننده رو ندیدی، هم گفت: من از پشت سر شلیک کردم. در این هنگام مقام قضایی با اشاره به گزارش پزشکی قانونی پرسید: اما نظر پزشکی قانونی خلاف ادعای شما رو نشون میده. متهم پاسخ داد: این نظر رو قبول ندارم. متهم به جنایت مسلحانه که دیگه با رگبار سوالات فنی جنایی روبرو شده بود و قضات دادگاه همچنان به اعترافات اون در مراحل بازپرسی و انتظامی استناد می‌کردن، دیگه چاره‌ای جز انکار پیدا نکرد و گفت: من چیزی رو به بازپرس گفتم که برخی از اون جملات توسط مأموران به من تلقین شده بود و من چاره‌ای جز تکرار اون اعترافات پیش بازپرس رو نداشتم، چرا که همون مواردی رو که در پلیس آگاهی گفته بودم باید پیش بازپرس هم همون حرفا رو میگفتم. در این لحظه قاضی مصطفوی از متهم پرسید: یعنی مدعی هستید که در جلسه بازپرسی شما تهدید شدید و یا با شما بدرفتاری شده؟ متهم پاسخ داد: خیر، هیچ بدرفتاری در کار نبود، اما چون مأمور انتظامی در جلسه بازپرسی حضور داشت باید همون حرفای قبل رو تکرار می کردم. در ادامه جلسه دادگاه دختر مقتول هم ادعاهای متهم درباره استوری اینستاگرامی از شادی و پایکوبی رو رد کرد و گفت: عموی من یعنی محمود حتی مدتی بود که به روستا نمی اومد و ما رو هم از هر گونه رفتاری که شکی برای خانواده اونا داشته باشه دور می کرد. در پایان جلسه دادگاه وکلای مدافع هم به دفاع پرداختن و از قضات دادگاه مهلت خواستن تا دفاعیات کامل خودشونو به صورت لایحه ارائه بدن. در همین حال ادامه رسیدگی به این پرونده پیچیده قضایی به جلسات آینده موکول شد تا اتهام جلال مبنی بر معاونت در قتل هم زیر ذره‌بین قضاوت قرار بگیره. پرونده دوم: آتش زدن همه اعضای خانواده به دست دختر 14 ساله. تیر ماه سال جاری و در یکی از روستاهای اطراف شهر شیراز، آیسا که 14 سال داره با آتش زدن خونشون باعث فوت پدر، مادر، خواهر و برادرش میشه. آیسا وقوع این حادثه تلخ رو اینجوری توضیح میده: من یه خواهر دوقلو و 2 برادر کوچیکتر از خودم دارم و پدرم به شیشه اعتیاد داره. اون همیشه عصبانی و خشمگین بود و با من و مادر و خواهر و برادرام همیشه دعوا میکرد و ما رو کتک میزد. حدود 1 سال پیش با پسری که در کوچه پایین تر از ما زندگی میکرد آشنا شدم. اون خیلی به من ابراز علاقه میکرد و منم اونو دوست داشتم. بعد از مدتی گفت من به تو علاقه‌مند هستم و میخوام با تو ازدواج کنم. منم موضوع رو به مادرم گفتم و اونم به پدرم انتقال داد.
ولی اونا به شدت مخالفت کردن. خیلی از این موضوع ناراحت بودم. علاوه بر این موضوع پدر و مادرم اصلا منو درک نمی کردن. چندین بار مادرم به من گفت زنده بودن تو چه فایده‌ای برای ما داره؟ خیلی از این حرف اون ناراحت شده بودم. در خانواده احساس بی‌ارزشی می کردم و به همین دلیل بود که به اون پسر پناه بردم. اون دوستم داشت و هر کاری می گفتم برام انجام می داد. اون واقعا منو درک می کرد. از طرفی از دست پدر و مادرم خسته شده بودم و خیلی از این وضعیت ناراحت بودم. با خودم فکر کردم اگه خونه رو آتیش بزنم و اونا رو بکشم میتونم از دستشون راحت شم و با این پسر مورد علاقه خودم ازدواج کنم. شب حادثه موقعی که همه خواب بودن به اون پسر پیام دادم و جریان رو به اون گفتم. اونم اومد که به من کمک کنه. من به سمت ظرف نفتی که تو خونه بود رفتم و اونو برداشتم و به اطراف رخت خوابا و همه جای خونه ریختم. چون خیلی برادر کوچیکم و دوست داشتم اونو بغل کردم و با خودم به بیرون آوردم و تمام دربها رو قفل کردم. کمی ترسیده بودم، به همین خاطر آتیشو من روشن نکردم. پسر مورد علاقم به من گفت من میرم و کارو تموم میکنم. بعدم تیکه کارتونی رو روشن کرد و به داخل خونه انداخت و با هم فرار کردیم. به سمت باغی در اطراف شهر شیراز رفتیم. ولی پلیس بعد از یه روز ما رو دستگیر کرد. در خصوص علل وقوع این حادثه تلخ، مدیر مرکز مشاوره پلیس فارس سرهنگ علیرضا ملایی گفت پدر آیسا به شیشه و تریاک اعتیاد داشت و به دلیل مصرف مواد مخدر همیشه عصبانی و پرخاشگر بوده و تعادل روحی و روانی مناسبی در منزل نداشته. مادرش هم ارتباط خوبی با آیسا نداشته. آیسا در یه خانواده مغشوش و به هم ریخته پرورش یافته و به علت کمبود محبت در خانواده به سمت دوستی با پسر همسایه کشیده میشه و این عدم حمایت از سوی خانواده و سایر مشکلات خانوادگی که وجود داشته چنین معضل بزرگی رو رقم زده. اون مشکلات خانوادگی از قبیل فقدان انضباط در خانواده، عدم حمایت از سوی خانواده، متشنج یا آشفته بودن خانواده، نفاق و ناسازگاری در محیط خانواده، سطح سواد پایین والدین، فقر فرهنگی خانواده، عدم وجود ارتباطات دوستانه و صمیمانه میان والدین و فرزندان و نداشتن تکیه‌گاه در خانواده رو از علل و عوامل وقوع این حادثه تلخ عنوان میکنه. سرهنگ ملایی اظهار داشت گرایش به جنس مخالف، آشفتگی عاطفی و فشارهای روحی، عصبانیت و نفرت از شرایط زندگی، تصمیم گیری نامناسب، عدم مهارت در حل مسئله و مهارت‌های ارتباطی، الگوهای نامناسب رفتاری در محل زندگی و کمبود محبت از مؤلفه‌هایی هستند که در وقوع این حادثه نقش اساسی داشتند. والدین میبایست نحوه فرزند پروری و چگونگی ارتباط مؤثر با فرزندان رو به خوبی یاد بگیرن. خانواده ها مهارت های ارتباطی و مهارت حل مسئله رو یاد بگیرن تا بتونن در هنگام وقوع اختلافات خانوادگی به بهبود روابط درون خانواده به خصوص روابط بین فردی اعضای خانواده کمک کنن. ممنونم که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. در صورتی که ویدیو رو پسندیدید اون رو لایک کنید و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. خداوند یار و نگهدارتون.